فاتح، من با کشفان صحبت میکنم. اگر لازم دادن تو را همراه آنها میفرستم. خوب شده است. برای کار بچه ها. تشکر. با من بیا. لابای تو حاضر چیکار کردی؟ چیکار کردم؟ من به عقل نیستم فاتح. چطور تو حاضر به جای من خلاصه میبراری؟ من به جای تو خلاصه نبروردم میلی، ولی میدونستم که چنین فکر میکنی. اما باور کن گپ سر این نمیرود. پس سری چی میرود؟ شاید در آنجا زد و خوردی شدیدتر شود، یعنی از دیگر عملیات خطرناکتر. تو این رو به من میگویی؟ باید چیکار میکردم میلی؟ تو در بدنت کودک داری، با همین حال در حقیقت به عملیات رفتن میخواهی. تو حق نداری که به جای من خلاصه براری. ایلی من غمی تو رو میخورم. من خودم غمی خودم رو میخورم فاتح. دیگر هیچ گوه این کارت رو نکن. درگان خانم نیسان، من اینجایم. از پسی صدایم آید. درگان درگان خانم نیسان، شما را با دادارم شناس میکنم. بریز. این کس خانم نیسان. خانم نیسان، این کس بریز. بریز. تو دستی خانم نیسان را نبیبوسی، این خوب نمی شود. مرحمت. مرحمت 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 مرحمت. سرد است ها؟ خیلی غمگینم درگان. من هم من در بالای سری دادارم بسیار گریستم. یاد ندارم که در حیاتم اینقدر زیاد گریسته باشم، ولی این به من کمک کرد. یک لحظه به یادم آمد که من هم آدمم. یک لحظه. سپس همه‌اش گذشت و من باز به خود آمدم. من بسیار کوشش کردم که دادرم زنده ماند خانم نیسان. هر چیزی که از دستم آمد کردم. با تمام نیرویم مبارزه بردم. من او را به این حال گرفتار نموده بودم. با عیبی من او چنین شده بود، ولی من به خود عهد کرده بودم که او را صحت میکنم. اما نشد. نتوانستیم. متاسفانه من دادرم را از دست دادم. چرا دادری من مرد؟ خانم نیسان، او بیمار بود. خطا کردید. برای بیمار بودنش نمرد دادرم. برای آن مرد که ما او را با دارو تامین کرده نتوانستیم. چرا دادری من داروهایش را صاحب نشد خانم نیسان؟ چون که نادیا به دشمنان جای دادری مرا خبر داد. چرا؟ چون که نادیا را دستگیر کردن. نادیا چرا دستگیر شد خانم نیسان؟ آنها تو را دستگیر کردن میخواستند. من تو را دادن نخواستم.
مجبور بودم که نادیا رو بدهم. درست. به نهایت سبب تعجب